من خلاصه کردم که نقشه میکشم تا 100 ساله. من نقشه کشیدم. یکمین کاری که من کردم، من نوشتم که ایدئال کارتین моей жизни این چی بود؟ حیات همون زندگی که من آرزو دارم. من نوشتم همون زندگی که من آرزو میکنم. بعد نوشتم که چی چیزها میخوام که حیات من باشه. همون وقت من آرزو میکردم که من کتاب مینویسم. آرزو میکردم که خانه میسازم. آرزو میکردم که مادرم حج میبرم. آرزو میکردم که یگان کنابه من باید بازی کنم، کنار میسازم. آرزو میکردم. من همینجا دنیای میگردم. نوشتم من. به حد بسیار. وقتی که من به 20 نوشتم 14 روی ورق شد. قدم یکم چی بود؟ حیاتی که من میخوام که آرزو کنم، سازم، داشته باشم. همون چیزی که من میخواستم کاغذ باوردم. دوم کاری که من کردم همین از 100 سال با نقشه کشیدم. مثلا من 20 ساله بودگیم به چی بودنش در کار، 25 ساله به چی، یا که مثلا 18 ساله بودگیم به چی، 30 ساله بودگیم به چی، 40 ساله بودگیم به چی. من همونا نوشتم. همین خیلی نوشتگی بود که من مثلا نوشتگی بود که 48 سالگیم من مادرم حج میبرم. همین خیلی نوشتگی. 50 سالگیم من دکتر الهام میشه. شما تصور کنید. همین خیلی نوشتگی بود. انا 30 و چند سالگیم خانه میگیرم. همین خیلی نوشتگی بود. همش نوشتگی بود. وقتی که من این چیزا می نوشتم، من پروست آرزو کرده نوشتم این چیزا. یگون کس من به یگون خیلی گارانتی نداده بود که این چی پیدا میشد. نه که من فهمیدم که آدم که مثلا 80 سال 100 سال زندگی میبینه، نقش جدول حیاتی سازه ممکن میشد، ممکن نمیشد.